به نام خدا. کتاب روانشناسی زنان از نوزاد ترحان، صفحه 73. اینجا گفته هر انسان نمیتونه همیشه حق به جانب باشه. این درست نیست و واقعا هم درست. نمیتونه همیشه تو حق به جانب باشی، این چیز امکان نداره. یا گفته یک کس نمیتونه تمام چیز بدونه. یک دکتر مثلا تمام چیز برای طب بدونه، این چیز ممکن نیست. یا مثلا یک انجینری کامپیوتر و جدا از این فلسفه، علم و هر چیز دیگه. و کسی که این تصور داره که من هر چیز میدونم، این هیچ وقت پیشرفت نمیکنه، همیشه در نقطه ثابت میمانه. و کسی گفته اگر خطا و تقصیر کمبودی خود قبول کنه، دیگه شما روی از این نداریم که تو این تقصیر کمبودی رو دارین. به خاطر که او همون حس کمبودی در خود القا نشود، همون فکر نشود و من یک چیز کمبودی داشتم. او که وقت قبول کرد، یعنی قبول کرده که من این کمبودی رو دارم و روی از این کار میکنم که این رو رفع بکنم. مثلا کسی که مثلا در کار خانه داشتبازی خیلی خوب است ولی در نظم ضعیف است، یا مثلا کسی خیلی تنبل است ولی مثلا در کارهای متماتیک، ریاضی، فیزیک خیلی خوب است، یا مثلا کسی که در جغرافیا نمیدونه، مثلا نام موقعیت داره، مکان یک جایی میره زود یادش میره، ولی مثلا میبینی همین نفر در روابط اجتماعی بسیار قوی است. یعنی وقتی یک کس یک چیز قبول کرد، شما روی از اون نروین که خود بعد حس بکنه و شما دور شوند. وقتی خطای خود قبول کرد و خودش از ایده خود القا میکنه که من این کامپیوتر دارم و روی از این کار میکنم، میره از بین ببرم، و این شخص به شما نزدیکتر میشه، محبوبتر میشه. شما میگه قبول کرده و شما وقتی که او خطای در طرف مقابل دیدن او قبول کرده و شما کدام چیز نگفتین، او با شما نزدیکتر میشه. به جای از این که او ما گفته بودم توی کامپیوتر تو مشکل داره، وقت از شما دور میشه. تشکر.